عزیزی من، این لحظه شما نمایش نوشیری رو تماشا کرده ایستاده‌اید. این نمایش برنامه آموزشی است. امروز من از یک میوه غیریادی یک معجزه خیلی عجیب را آماده می‌نمایم. وای خیلی خورده کگ میباشد. آن را همه دوست می‌دارند. اکنون به عملمان شروع میکنیم. امروز به ما لازم می شود ناک، انگور، دانه های مرغ و البته به ما لازم می شود چوبچه های مخصوص. با دقت تماشا کنید، خیلی آسان است. مادرم به من کمک رساند. ناک را گرفته به من پوست کرده داد. شما هم می توانید ناک را با همین طرز پوست کنید. نگفته نمانم که با همین طرز ناک را تکش را بریدن در کار برای نقص ایستادن عملمان. اکنون شروع میکنیم. با دقت تماشا کنید و بیاموزید. سر اول با چوبچه های مخصوص ما از دانه های انگور یک چند عمل اجرا میکنیم. با دقت تماشا کنید. اول یک دانه چوبچه رو گرفته، یک دانه انگور رو گرفته با همین طرز اجرا میکنیم. چند تا چنین عمل را ما باید اجرا نماییم. این کارمان انجام رسید. اکنون دانچه های انگور را گرفته و اساس عملمان می چسبانیم. با دقت تماشا کنید. عملمان کمتر کاری نازک است. یک گرفته با چنین طرز می چسبانیم. اول قطار یکم رو میچسبونیم. شاید که 4 قطار شود. شما میتوانید از دانچه های انگوری سرخ و سفید استفاده برید. هر کس فانتزی خودش را دارد. می توانید به فکر خود آگاهید. در وقتی کار شما می توانید خواهرک و دادرکویتان را دعوت نمایید. از آنها کمک خواهید. دادرکویتان نیز به شما برای دانه کردن یاری می‌رسانند. شما می توانید از یاری آنها استفاده برید.
با چنین طرز عملمان را دوام می‌دهیم. احتیاط کنید چوبچه ها با دستتون نخورد. اکنون کار ما به انجام رسید. دانه های انگور جای خود را یافتند. اکنون من در ابتکار به شما یک شعرچه میگویم درباره انگور. شما راضی هستید؟ خوب گوش کنید. انگوری ما شیرین است، قند و عسل برین است. چقدر شیرین و بالذات است انگور؟ شما راضی هستید به این سخنها؟ آفرین، خیلی خوب. اکنون میگذاریم به عملی دیگر. چون عمل پیشتره از یک دانه چوبچه و انگور بینید چه آماده میکنیم. همین طرز اکنون آن را به عملمان میچسبونیم. همین طرز اکنون از دانه های مرچ ما چشم هایش را آماده میکنیم. آماده شد. اکنون دوستان عزیز بگویید به چی مانند شد؟ البته به خرپشتک. به نظر شما چه خیلی نماید؟ خوش رو چه؟ آفرین. بینید چه خیلی عملی موزه با شد. به شما پسند آمد؟ فکر میکنم که به شما خیلی پسند آمد. شما میتوانید به درچه و خواهرکایتان نیز همین خیر معجزه آماده نمایید. این برای زادروزها خیلی تحفه زیبا است. اکنون من فرصت را استفاده برده درباره ناک یک شعرچه میگویم. ناکک ما سیروب است، سرخ و زرد و گلاب است، شبیه بارکدوی است. گویا بچه اوی است. خورده کک و خوشاب است، شیرین و خورده باب است. فکر میکنم که شما هم ناک را خیلی دوست میدارید. شما میتوانید از ناک و انگور چند معجزه های دیگر را آماده نمایید. اکنون من درباره انگور یک مصلحتی مفید میدهم. خوب گوش کنید. در ترکیب انگوری تر و تازه تا 30% قند زودهضم، اساساً گلوکوزه، فروکتوزه و کم ساکاروزه هست. 1 کیلوگرم انگور تر و تازه که در ترکیبش 17% قند هست به ارگانیسم انسان سیک مقدار غذایی یک روزه را می‌دهد. انگور چون غذای پرهیزی مخصوصاً به کودکان توصیه داده می‌شود. تقریباً 0.5% ترکیب انگور را کسلت‌های ارگانیکی یعنی جوهر سیب، لیمو، گلوکرون، ونیلین و غیره تشکیل می‌دهد. آنها خون را تازه کرده به شیره معده تأثیر می‌رسانند. در ترکیب انگور نمک‌های معدنی و میکروالمنت‌های فعال کالی، کلسیم، نتری، فسفر و غیره فراوان است. انگور منبع ویتامین‌های برای ارگانیسم ضرور A, C, P, B و غیره می باشد. از جهت غذاناکی 1 لیتر افشوره انگور با 1.7 لیتر شیر، 650 گرم گوشت گاو، 1 کیلوگرم ماهی، 300 گرم پنیر، 500 گرم نان، 3 و 5 دانه تخم، 1.2 کیلوگرم کارتوشکا، 3.5 کیلوگرم پومیدور، 1.5 کیلوگرم سیب ناک یا شفتالو برابر است.
مسئولان عزیز، نمایش امروزه ما به آخر رسید. فکر میکنم که عمل امروزه برایتان پسند آمد. باوری دارم که در این دو جشن ها از این عمل استفاده میبرید و دسترخوان خود را آرام میدهید. من باشم تا برنامه های آینده با شما خیر و خوش میکنم. خیر تا بخوری های آینده.